زندگی تو فدای حرف مردم نکن. بعضی از آدم‌ها کتاب رایگان نمیخونن چون رایگانه. کتاب پولی هم نمیخونن چون گرونه. فقط حرف میزنن چون مفته. جالبش اینجاست که همون آدم‌ها که بهت حسودی میکنن، پشت سرت حرف میزنن، یه آدم بد ازت میسازن، در کل دو حالت بیشتر ندارن. یا میخوان جات باشن نمیتونن، یا میخوان باهات باشن نمیتونن. زمانی پخته میشید که میفهمید نیازی نیست به هر چیزی واکنش نشون بدید یا به هر حرفی جواب بدید. اینجاست که میگه بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد. یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من، تو نیک نبینی و به من بد نرسد.